کاسی ها یا کاسپی ها یا کاسپیان یکی از کهن‌ترین و بزرگترین اقوام ناحیه مازندران و گیلان باستان به شمار می آمدند که همزمان به مناطق باختری و شمال باختری ایران مهاجرت کردند و تمدن فیلد باستانشناس بزرگ معاصر میگوید تاریخ و تمدن ایران در زمان مادها و حتی پیش از مادها به گونه روشنی از تمدن کاسپیان تأثیر گرفته است و این تأثیر آنچنان ژرف بوده که رد پای واژه کاسپیان را امروز نیز در بسیاری از نقاط ایران می‌یابیم، مانند نام شهرهای کاشان، قزوین و از همه مهمتر نام دریای شمال ایران که در همه جای جهان آن را با نام ایرانی کاسپیان میشناسند و تنها خود ایرانیان آن را با نام غیر ایرانی خزر میخوانند. در حالی که خزران قومی بیگانه، فاقد تمدن و ستیزجو بودند و حتی به دور از دریای کاسپیان زندگی می‌کردند. نام خزر برای دریای شمال ایران نخستین بار در دوران حکومت بنی امیه بر این دریا نهاده شد و بعدها در دوران قاجار و زمان اشغال ایران توسط قدرت‌های بیگانه و برخلاف عرف جهانی نام دریای خزر به جای دریای کاسپیان رواج داده شد تا حقوق تاریخی ایران بر این دریا ناچیز جلوه کند و از آن زمان تا کنون این نام جعلی کاملا در میان مردم ایران جا افتاده است. درباره قوم باستانی کاسپیان هنری لوکاس در کتاب تاریخ تمدن خود میگوید کاسپیان از اقوام کهن و قدرتمند ایرانی به شمار می آمدند که پس از مهاجرت از کرانه‌های جنوبی دریای کاسپیان یعنی ناحیه مازندران و گیلان باستان در بخش‌های دیگر ایران که امروزه آذربایجان، کردستان، لرستان و کوه‌های زاگرس نامیده می شود ساکن شدند. کاسپیان به اندازه‌ای متمدن و قدرتمند بودند که در سال 1750 پیش از میلاد بر حکومت مقتدر بابل چیره شدند و به سلسله پادشاهی حمورابی پایان دادند. از جمله دستاوردهای تمدن کهن کاسپیان در ایران رواج دادن کشاورزی، ساخت آسیاب‌ها و قنات‌ها و سازهای آبی و ساخت پل‌های بسیاری به نام آناهیتا بود که در سراسر ایران باختری ساختند. همچنین بنای پرشکوه و شگفت‌انگیز زیگورات چغازنبیل در خوزستان که توسط یونسکو به عنوان یکی از میراث‌های جهانی به ثبت رسیده است، بر پایه دستاوردهای تمدنی کاسپیان ساخته شده است. کاسپیان حتی توانستند انحراف 23 درجه‌ای مدار زمین در گردش به دور خورشید را اندازه گیرند.